با سلام خدمت شما عزیزان. این بار در خدمت شما هستیم با معرفی 3 تا از بازی‌های با امتیاز پایین. بدون معطلی بریم برای معرفی. راستی دوستان اگر از این سبک ویدیوها خوشتون میاد لایک و سابسکرایب بکنید و ما رو هم حمایت کنید. ممنون از همه شما. بریم سراغ بقیه ویدیو. بازی اول پاستل 4 No Regrets. این بازی سطح بسیار بالایی از خشونت را به صورت عریان و بی‌پرده نمایش می‌دهد و همچنین از زبان بسیار تنفرآمیز در بازی استفاده شده است. شما می‌توانید عابران پیاده و مردم و پلیس‌ها را به فجیع‌ترین شکل به قتل برسانید. موارد نژادپرستی کاملاً در بازی به چشم می‌خورد، مسائل غیر اخلاقی، استفاده از مواد مخدر و همچنین آزار و اذیت شدید حیوانات جزو این بازی هستند. بازی دوم Crossfire X. این بازی به دلیل داستان بد، گیمپلی کلیشه‌ای و خسته کننده و هوش مصنوعی وحشتناک، عنوان یکی از بدترین بازی‌های سال را به خود نسبت داده است. اگرچه که موتور گرافیکی بازی بسیار مناسب به نظر می‌رسید، اما خود بازی به صورت کلی چیز جدیدی را ارائه نمی‌کند. بازی سوم Babylon's Fall. بازی شکست خورده بعدی که در لیست جز بدترین بازی‌ها 2022 قرار گرفته این بازی می باشد. این بازی به عنوان یک سرویس آنلاین وارد بازار بازی شد، اما با شکست سنگینی روبرو شد و نتوانست امتیاز مناسب را به دست آورد. این بازی دارای نقاط ضعف بسیار زیادی بود و این ضعف‌ها باعث شد امتیاز 41 را به دست آورد. محتوای این بازی مورد پسند افراد قرار نگرفت و انتقادهای بسیار زیادی را به آن کردند.